قرآن کریم متن اصل و ترجمه معناهای آن به زبان تاجیکی. سوره فاتحه. معنایش کشاینده. به نام خدای بخشاینده مهربان. ستایش خدای را که پروردگار عالمیان، یعنی انس و جن و ملائکه و هاکذا که هر کدام را عالمی هست. بخشاینده مهربان، خداوند روزی جزاست. تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می طلبیم. ما را راه راست بنمایی، راه کسانی که بر آنها انعام کرده ای، نه راه کسانی که بر آنها خشم گرفته شد، و نه گمراهان. از 7 آیت عبارت بوده در مکه نازل شده است.